چطور بچه ها، خوش اومدید به ویدیو جدید و من و آقای دیوتی کینگ که صداش رفته که داداش نمیاد. چرا آقای دیوتی کینگ؟ دیوتی بلاک دیوتی چی؟ اسمش دیوتی کینگ. بچه بزیدید کیکش کنیم دوباره بیاریمش تو. وای بچه پارت 3 الکاتراس رو میخوایم بگیریم. نمیاد بچه، میخوای خودمون بریم؟ فکر کنم خودمون باید بریم. استغفرالله خدا. بچه چپت گل رو میبینید؟ ایشو آقای امیرعلی، آقای دیوتی کینگ، سیشتک. ای بابا بچه ها، کسایی که طوری هم میان سیشتک یعنی چی؟ اشتک ولش کن بچه رفتش. اشک یعنی چی؟ اشک یعنی یه خر، یه دونه خر. ولی سیشتک یعنی 3 تا خر. تو خر یعنی 2 تا خر. خر با کلاسه. درخواست میده چیکار کنم ما؟ بابا ما میخوایم بریم الکاتراس فصل پارت 3. امیر بچه بید بریم الکاتراس خودمون رو بریم تنهایی بپوسه. آره بچه ویدیو قبلی نیاد بچه، ولش کنید بچه. اینو یه درخواست میدم، آخرین درخواستم. نمیاد نیاد. نه دیگه بذار دیگه هم درخواست بدم. نمیاد. چرا؟ خوب این با نمیام من اونور. ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا. حاجی بکش بریم، سری بریم. دور پشمون میشه، ردی نمیکنه. میخواد بهمون یاد بده کدوم از اینا چه آره کاری انجام میدن. بله بچه ها. امیرعلی، امیر با ویدیوه ها، وسط ویدیویم. سلام بچه. سلام بچه. نمیتونه ویدیو بگیره بدبخت. از اون موقع داریم کار میکنیم بچه. ساعت 4 صبح. آره ساعت 4 صبح امیر. صدای ایشون رو نمیشنیدم، نمیتونستم باش حرف بزنم. آره هی به من درخواست میدم، میگم طول استک بیا تو تیم. اینجا درخواست میدم که چرا قبول نمیکنی؟ فوشموش بدم. نه میگم ندی. میدم. پس اوکی میدم. بچه ها عشق میکنیم. امیرعلی زیاد حرف میزنه بچه صداش نمیاد کلا. این بدبخت کلا از زبون بسته و از گوش کره. بچه امیر یه اسنایپ پیدا کردم. اسکل هم کلاسی ما. حاجی امیر اسنایپ پیدا کردم همین اول. بعد تو میگم همه زیر نزن، من با همین قدم جرت میدم. یا خدا بچه من مردم. بچه من مردم. من گانو داشتم و مردم. ببین من چقدر نوبم. با اسمم میذاشتم نوب سگ. من گان نداشتم و مردم. تو گان داشتی و مردی دهنته. حاجی میخواستم اسممو بذارم نوب سگ خب، ولی یه کاری کردم. آره چون که خب از آقای توکیو اسکی میرفتم، گفتم ویل کن چون زشته آقا. اسکی رفتم واقعا کار زشتیه. بله. بچه تو مدرسه یک بچه اسمم تکه بمولا. حاجی امیرعلی خود تو مدرسه یک درس خونه. یک درس خونه. همه دوست دارن بغلش بشینن. اونم ولی تر میزنم تو کلاس. آره حاجی تر میزنه تو کلاس. این نشسته آقامون چک میزنه در گوشه. یا خدا حاجی. اوه بابام بیدار شد. میگه چک چیه کفگوری میزنه. راست میگه. نکن این مثل معلم
این 1063 خطکش در میاره اندازه قدت. حاجی بعد خطکش هم بد میزنه. ببین مثلا بعضی جاها هم بد جاهایی هم حالا میزنه. خطکش عادی نیست که، خطکش آهنیه. بعد بچه مثلا جاهای خیلی خوبم نمیزنه، مثلا میزنه در کونت و کون درد میگیره دیگه. نه آخه اسکول الکی نگو اینو. حاجی منو میزنه البته در الکی هم کونم. نمیگه. منو میزنه در کونم حاجی، تو رو نمیزنه. امیر بیا کمک، خودم کشتم. امیر من کلا در یه حال نفر باید بزنی در کونمون. حاجی اوه امیرعلی حرف دلمو زدی. امیر بعد ببین میزنه درد دوره ها. بچه ها ما میریم مدرسه مثلا یه چیزی یاد بگیریم، بیشتر کتک خورده برمیگردیم. حاجی یکی از دوستامون یاد میگیری. دقیقا یکی از دوستامون حجازی رو میگم، انقدر آقامون زدتش خونریزی مغزی گرفت بدبخت. مغزی چه سمیه؟ حالا دی خون البته. مگه پریود شد دن سرویس. اینجا شو بوق میذارم. من رفتم یه بنده خدا یه فینیشر کنم نتونستم، ولی فینیشر شدی امیر؟ یا ابوالفضل فینیشر نه شدی؟ فینیشر نشدم، کشتم. دن سرویس اومدم فینیشرش کنم معلوم نی کی کدوم خری زدش. امیر گوشی من خب داغ کرده سگی آقا سجی. داداش بهت گفتم منو امیر یا امیرعلی صدا نکن. آقا جان نفهمی یا میفهمی خودتو زدی به نفهمی. اسم تو من میتونم صدا کنم دیوتی کینگ. من تو به تو بگم فردا شده. آقا من مردم. ای سیشتم قاشتم بچه ها. ببین خودش حالا یه اسمی داره، بخوای صدا کنی تولدته. آقا امیر وان شات دیگه سری میگه دیوتی کینگ. نیم ساعت طول میکشه بیشوخی بگم. خاک تو سر. امیر وان شد. حداقل واسه من خب آخه دو تا کلمه است، واسه تو 3 تا کلمه است. یزید اسم 3 تا کلمه کجا؟ امیر وان شات. آن راست میگی حاجی. بچه ها من تو واقعیتم اسمم 3 ساعت طول میکشه بگن. سید امیرعلی خالقی خواه یه چیزایی اصلا بچه. کن. اینم ریاضته بچه ها، ایشون امیرعلی ریاضت. سیدم و بیادبم. بله من سیدم ولی خب خاندان پاندانم رسیده من. بعد ایشونم آقای امیرعلی ریاضت هستن بچه. آقا خاندانم رو میخوای لو بده. آره میخوام بگم حاجی من کرمم گرفته امشب تو رو کنم بجام. امیرعلی مردی؟ خاک تو سرت داری میمیری همش که. امیر چند تا کیل گرفتی؟ من میخواستم اسممو 1 سال دیگه بگم. من گفتم دیگه امیرعلی ریاضت. باباشم منصوره بابات. امیرعلی خالقیه. بله بله. حاجی شماره 2 رو زدم، نرم اون دیوس رو زدم. حاجی من نمیتونم کیل بگیرم بچه. قبل از این ویدیو من یه دونه چیزی رفتیم دستگرمی رفتیم، من 15 تا کیل گرفتم. میمردی. نه 117 رو برداشتی؟ آره حاجی بدم به تو. نه ور نداشتم امیر. آره. وای امیر خاک تو سرت. امیر خاک تو مخ انسبت کنم. جفتمون رو به گاه داد. بچه ببخشید. تو خیلی بیشوری. با منی؟ حاجی مثل اون حاجی اون مرده بود میگفت با منی؟ یاده؟ حاجی فینیششو گرفت. با خودتم. حاجی نمیره برو دنسی. هم منو نزدم هم اون منو زد کسافت. بیام نجاست بدم اگه دوست داری. بچه اماچ تازه بخوای نجات هم بدی سوخ شده. حاجی من خودم تو زوم گیر کردم. حاجی زوم مگه چقدری؟ زون اندازه چیز خیاره. ببین امیرعلی اینجا تو سرت یا آدم نمیتونی بزنی ناموسن. دهنسیب تو میتونی بزنی. دست قبلی امیر بچه رو لو میدم و چند بار مردی ها. امیر لو میدم چند بار مولدی ها. لو بده.
بچه سگی که میشموری چند بار مردم میگه. من میشمارم، میخواستم لطف بدم ولش. بچه ما الان 14 سالمونه امیر، مگه نه؟ بله آقای جو. حاجی دهنمون حاجی سرویس. صدای من ناموسم به 14 سالمو میخوره، ولی صدای تو احساس میکنم 13 سالته. حس نکن بچه، هیچی حس کردن نیست. آره حاجی من دارم شماره 2 رو میبینم، اینجوری مرده پرید به کون رفت و دهنه. اسکل فقط شماره 2 زنده است دیگه. کی زنده است؟ شماره 4 هم زنده است، یعنی داره زنده شماره میشه. 4 زنده است ولی یه دقیقه دیگه مرده است. نه زنده است، یه دنسیست. بچه ببخشید بچه آقای امیرال نه کن میخواستی لو بدی چند بار مردم دسته قبل. یادم رفت چون میخواستم بگم مثلا من خب نه بگو تقریبا بگو چند بار مردم. 7-8 بار نه 7-8 بار که اصلا دوره زنده نمیشه. یه زری زدم من میره خفه شد دیگه تو هم. ببین اوجی بچه من تو ویدیویی که اولین ویدیویی که گرفتم لو میدم تو دوئل چند تا کیل از این گرفتم. ببین دهن سرویس میگم 23 بردم. آقا عارف 4 بار کرد. می چرا بچه؟ به خاطر اینکه من خوب داشت آقا 4 بار اصلا بیشتر تا 8 بار بگو فینیشر کردم. خب از چی من میسوزم؟ دهن سرویس از این میسوزم که بیشوره نرفت حداقل. خب وایس ببینه من چی کار دارم میکنم. امیر بگو اینم که منم 2 بار فینیشرت کردم. بچه من این لمسی گوشیم سمت چپ کلا کار نمیکرد، یعنی اینجوری بهتون بگم کلا کار نمیکرد. بعد من به زوری تونستم این حداقل 3 تا کیلم بگیرم. بعد این خودش بچه این الان نمیشنوه، خودش گفتش حاجی دمت گرم با اون وزن تو تونستی واسه من 3 تا کیل بگیری. دهن سرویس من یه جا واسطه بودم این میومد منو میزد. آقا خب منم یکی جلوم واسه من بگیرم بزنم میپرسم راحته. بعد دهن منو سرویس کرده. زدم با پدر منو در بودی بس کن دیگه. یا خدا امیرالی نمیشنوی؟ امیرالی فکر کنم بچه داره میشنوه. امیر امیر هی به من درخواست میده. بچه فعلا خدا حافظ، انشالله ویدیوی بعد جبران کنم. دستتون در نکنه که این ویدیو رو دیدید، که لایک و سابم کردید. بله زنده شدی؟ آره بچه فعلا خدا حافظ عزیزان دل من. گود بای. این زیر میزنه ولش کن، زیر میزنه بچه بذار کیکش کنم. اینه وای ریدم بچه. خدا حافظ.